الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. برادران عزیز و گرامی قدر، انشاءالله یک حدیث زیبای از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل خواهیم کرد که در این حدیث عملی هست که پروردگار عالمیان بر عمل کردن صاحب این عبادت پیامبرش را نشان داد که صاحب این عبادت در جنت راه می رود. این حدیثی هست که بر عمل کردن بر آن انسان مسلمان از اهل جنت می شود، به خدا قریب و بر داخل جنت الهی می درآید. و بسیار هم این عمل یک عمل آسان هست برای هر یک مسلمان. هر انسانی که طهارت میکند، بعد از آن 2 رکعت نماز میخواند، بسیار امید است از درگاه پروردگار عالمیان که همین انسان را خدا از اهل جنت بگرداند. امام بخاری یک حدیث از حضرت ابی هریره رضی الله عنه روایت میکند که یک روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای حضرت بلال رضی الله عنه گفتند: یا بلال، حدثنی بارجى عمل عملته فی الاسلام. ای بلال، برایم خبر بده آن عملی که در هنگام مسلمانیت عمل کرده ای، عملی که بسیار امید داری که خداوند متعال اجری زیاد بر این عمل برای تو میدهد. همان عمل چیست ای بلال؟ برای من بگو. بعد از آن پیامبر گفتند: فانی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنه. ای بلال، من صدای پاپوشی تو را یا صدای پای تو را در جنت شنیدم. حضرت بلال گفتند: یا رسول الله، ما عملت عملا ارجى عندي من انی لم اتطهر طهورا في ساعة من لیل او نهار الا صلیت بذلك الطهر ما کتب لی ان اصلی. گفتن: ای رسول خدا، تنها من یک عمل دارم که بسیار امید دارم که پروردگار متعال بهترین مکافات برای من بدهد و بهترین جزای نیک خدا برای من بدهد. این است که هر لحظه که آن شب باشد یا روز باشد، هنگامی که من طهارت میکردم، در اون تاریکی شب یا در آن روزی یا در گرمی تابستان باشد یا در سردی زمستان باشد، بعد از همین نماز، بعد از همین طهارت نماز میخواندم. ببینید برادران عزیز که همین نمازی که بعد از طهارت میخواند، که این را مردم ما و شما شکرانه وضو را میگویند که یکی از سنت های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است، همین نمازی که میخواند به سبب همین نمازی که
بعد از طهارت کردن، بعد از وضو گرفتن میخوان الله ذوالجلال صدای پاپوشی های بلال را در جنت برای پیامبرش حبیبش شنواند، نشان داد، فهماند که ای محمد تو همین خیل یار داری، پیرو داری که در شب است، روز است، صبح است، شام هست، بعد از طهارت کردن نماز میگذارد. دعا کنیم که پروردگار متعال از زمره کسان ما و شما را بگرداند که از اهل این حدیث باشیم و عمل کننده این حدیث باشیم و از زمره کسان ما و شما باشیم که الله بزرگ در آن جناتش با همراهی پیامبر، اصحاب او و بهترین مؤمنان ما و شما را یک جا بگرداند برحمتک یا ارحم الراحمین.